در روز دومی عملیشوی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند از مؤسسه‌های اصلاحی جمهوری باز 697 نفر از جمله 34 نفر زن، 663 نفر مرد که از این 3 نفر نابالغ میباشند آزاد کرده شدند. در این روز تنها از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 6 نظام عمومی ناحیه یاوان 181 نفر دیگر به آزادی برآمدند و با پدر و مادر، برادر و خواهر و زن و فرزندان خود پیوستند. سابق محبوس‌ها و نزدیکان و پیوندان آنها از عملیشوی این تشبس رعیت پرورانه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری به پایان اظهار نمودند. از اینجا برادر ما هم مصطفی قلوب دوستمراد آزاد شدند. خیلی خرسند هستیم در این روز نوروزی از جناب عالی که در این قدر مادرها را خرسند کردند، این قدر برادرها ما خرسندی ما حد و کنار ندارد. من منتداری خود را از نام همه مادران تاجیکستان بیان میکنم و از پیشوای ملت منتدارم. باید گفت که این گروه محکوم شدگان در اساس تدبیرهای انسان دوستانه، غمخوری و توجه دائمی نسبت به عائله، مردان سرابان عائله و زنان و دختران، اینچنین جوانان و کودکان و نورسان از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در روزهای تجلیل از جشن بین المللی نوروز بخشیده شده از ادای منبعد جزا آزاد کرده شدند. واقعا هم بخشش جزای محکوم شدگان نمونه برجسته انسان دوستی و مهر و محبت پیشوای ملت نسبت به خلق خویش می باشد. رحمت به جناب علی به حد خرسانه که با پیش زن فرزنده میریم. از او رحمت به جناب علی. منتداریم برای پیشوای ملت که ما اصلا او را رها کردن، بخش جزا دادن، اینا با مدرسه پیش پدران مادرمون برمیگردیم. این اقدام در اساس ماده 69 کنستیتوسیا و با تکیه به پرینسیپ های انسان دوستی عملی شده است و با آنها امکانیت نو فراهم آورده امید بازگشت به زندگی سالم و سوزنده را در قلب آنها بیدار می سازد. در مجموع در نتیجه عملی شوی این سند جزای 897 نفر محکوم شدگان از تمام مؤسسه‌های اصلاحی مملکت بخشیده شد.